میگن که یه پادشاهی بوده، یه دوستی داشته به نام ملا صدرا. این ملا صدرا یه کوچولو کسالت داشته، تا اینکه یه روزی پادشاه به وزیرش میگه که من امروز میخوام برم یه سری به دوستم به ملا صدرا بزنم، اگه میایی تا با همدیگه بریم. وزیر قبول میکنه. وقتی که از این مسیر که داشته میرفتن، سربازای دربار میبینن که پادشاه وزیر دارن میرن، اینا هم دنبال اینا راه میفتن که اتفاقی برای اینا نیفته. تا اینکه سربازای شهر میبینن که سربازا دربار و پادشاه وزیر از این خیابون رد میشن، اینا هم پشت سر اینا راه میفتن. تا اینکه شهردار و فرماندار میبینن که سربازا شهر و سربازا دربار و وزیر پادشاه از این خیابون راه میفتن، اینا هم پشت سر اینا راه میفتن، به اینا ملحق میشن. تا اینکه مردم شهر میبینن که فرماندار و شهردار و سربازا شهر و وزیر پادشاه دارن از خیابون رد میشن، مردم شهر هم به اینا ملحق میشن. میرن تا بعد یه چند ساعتی میرسن در خونه ملا صدرا. پادشاه به وزیر میگه که در بزن. وزیر در میزنه ولی کسی در را باز نمیکنه، تا اینکه خود پادشاه میاد خودش در میزنه ولی متاسفانه باز هم در را کسی باز نمیکنه. اینجا متوجه میشن که ملا صدرا خونه نبوده. بله. همگی بر میگردن میرن تو خونه هاشون و سر پستاشون دیگه. بله. مدد